کلا توی دبی از این فروشگاه خیلی زیاده که همه چی داخلش دارن. بریم داخلش یه نگاه بندازیم ببینیم چیا هست. پشت ویترینشو که داریم میبینیم، خب مسائل دکوری، هدایا و گیفتایی که میتونین از دبی تهیه کنید. داخلشو میبینیم، اینجا همه لوازم جانبی موبایل هست، خشکبار، همه چیز، مواد غذایی، مواد بهداشتی. اینور یه ویترین ساعت چیده، اینجا اسباب بازی، لوازم التحریر، اینجا وسایل تزیینی، اسباب بازی دوباره، وسایل آشپزخونه، حتی ابزار، جون ابزارالته، محصولات سلامتی، یا محصولات ایرانی رو به گوجه طبیعت، کنسرو. اکثر مواد غذایی از برندهای ایرانی اینجا استفاده میشه، خیلی زیاده، واقعا تو همه فروشگاه همه چیز هستش، تمام محصولات اینجا داریم میبینید. واقعا فروشگاه عجیب غریبیه، یعنی هر یه دونه فروشگاهش میشه گفت خودش یه دونه هایپر استاره. حالا میخوام بقیه هم بهتون نشون بدم. اینجا انواع اتکلون، اکثرا اینا کپی هستن. مثلا این قیمتش 19.5 درهمه. قیمت‌های مناسب، انواع کیف. این یه نفر بیاد اینجا هر چی بخواد میتونه بخره. حالا درسته قیمت‌های مختلفی داره، کیفیت‌های مختلف، عینک، انواع گیره و گل سر. اینجا قسمت کفشه، ببینید این کفش 35 درهم، کف 30 درهم. درهم بچه ها هر کدوم الان 16500 تومانه. یا حالا خودتون ضرب کنید ببینید چقدر میشه. انواع ژیلت، انواع صندل، حداقل 50 مدل صندل داره، 100 مدل کفش داره. میری اینجا میرسی به لباس، انواع شلوار لی، شلوار پارچه‌ای، پیراهن، کت شلوار. واقعا فروشگاه ها. کمربند، چمدون، انواع تیشرت، کلاه و هر چی که بخواین واقعا اینجا هست. لباس زیر، جوراب. اینجا منطقه دیره است و معمولا قیمتاش مناسب تره اینجور فروشگاه، چون به صورت خیلی عمده خرید میکنن، به صورت با یه سود کمتر هم معمولا میفروشنش. قیمتاش به نسبت جاهای دیگه دبی خیلی ارزان‌تره. این لباسای انواع لباس زنونه هستش،
همه چیز خلاصه اینجا پیدا میشه. فقط بیا بخر و ببر. بالشت، پتو، انواع پتو، پرده، لوازم آرایشی، خب اینجا هم یه سری چیزای دیگه هست، اینجا هم ببینیم. ظروف یک بار مصرف و اینم ظروف آشپزخونه. واقعا کامل. یه چیزی رو بگین که اینجا نداشته باشه. اینجا رو ببین، انواع ماگ، فلاسک، قاشق، چنگال، کارد آشپزخونه، همه چیز هستش، همه چیز. این فروشگاه ها جو میده برای خانوما، بیان یه دوری بزنن توش، حقوق یه سال آقا رو خرج کنن برن. ظروف آشپزخونه، لیوان، کتری، قوری، همه چی. خب مگه میشه اینقدر کامل؟ جور کردن این جنس ها واقعا خودش یه داستانیه. معمولا این وسط هم چیزایی که آف میذارن اینجا میذارن. بسته بندیه، مثلا این بسته بندی دستمال کاغذی 5 تایی 10 درهم، 11 درهم، معادل تقریبا 190,000 تومان. قیمتش به نسبت امارات مناسبه واقعا. مثلا این بسته دستمال کاغذی 12 درهم. کافی ترینوان نسکافه، مارک نسکافه 13 درهم، تقریبا 220 تومان. پسه، این پسه کیلویی 50 درهم، میشه تقریبا کیلو 800,000 تومان. مغز گردو اگه مقایسه بکنیم، مغز گردو اعلی 35 درهم، معادل تقریبا 600,000 تومان. هم قیمت ایرانه، فرقی نمیکنه. 4 مغز 800,000 تومان، 5 مغز
هر چی که دلتون بخواد اینجا هست. اینجا رو ببینید، اسپرسو، دستگاه اسپرسو، دستگاه سرخ‌کن، موزر، اتو. همه چی و همه چی. زود پس لوازم آشپزخانه رو ببینید، غذاساز، همه چیز.